بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. در صحیح بخاری و مسلم روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: از برای روزدار دو شادی هست که به آنها شادمان می‌گردد. شادی و خرسندی یکم در دنیا هنگامی که روزدار افطار می‌کند با افطار کردنش شاد و خرسند می‌گردد. دوم در روز قیامت هنگامی که پروردگارش را ملاقات می‌کند از روزه داشتنش شاد و خرسند خواهد گشت. این حدیث همچون یک نوید و خوشخبر برای مسلمانان روزدار می باشد. چنانه که روزداران در ماه مبارک رمضان هر بگاه هنگام افطار شاد و خرسند می گردند، در روز قیامت نیز هنگامی که پروردگارشان را ملاقات می کنند از روزه داشتنشان شاد و خرسند خواهند گشت. به عبارت دیگر این حدیث اشاره به آن دارد که مسلمانانی که در این دنیا روزه می دارند در آخرت به ملاقات پروردگارشان که بزرگترین نعمت و فوق همه نعمت هاست مشرف خواهند گشت و از دیدار بلا کیف او لذت خواهند برد. قابل ذکر است که یکی از ساعتهای اجابت دعا هنگام افطار می باشد، چنانه که در حدیث شریف آمده است: للصائم دعوة لا ترد عند فطره. دعای روزدار در نزد افطار کردنش رد کرده نمی شود. از این فرصت اجابت دعا استفاده نموده از الله متعال مسئلت می نماییم: پروردگارا، در این ماه مبارک رمضان روزه های ما را از ما بپذیر و طاعت و عبادت های ما را با همه سهو و خطایش به درگاهت قبول بگردان. پروردگارا، در این ماه مغفرت تمام گناهان گذشته ما را بیامرز و توفیق توبه نمودن از گناه را برای ما عنایت بفرما. پروردگارا، چنانه که ما را هنگام افطار نمودن شاد می‌گردانی، در بهشت با ملاقاتت شاد بگردان. پروردگارا، رحمتت را بر ما نازل بفرما و از برکت ماه مبارک رمضان همه بلاها و مصیبتها و بیماری و وبا را از ما دور بگردان. پروردگارا، مبتلایان ما را به این بیماری و وبا شفای کامل عطا بفرما و همه ارواح گذشتگان ما را رحمت و مغفرت نما. پروردگارا، مشکلات مسافران و مهاجران ما را آسان بگردان و زندانیان ما را از زندانهای تنگ و تاریک آزاد بگردان. پروردگارا، دین اسلام را عزت بده و مسلمانان را از این حالت خواری و ذلت و پریشانی نجات بده و خاتمه امور ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث یا ذا الجلال والإکرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.